یک چیز در جهان باعث پیشرفت، خلاقیت، دیده شدن و کیفیت بالا میشه. یک فرمول خیلی کوچیک داره. اینکه کاری رو که انجام میدی به درست ترین، شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام. این در مورد همه چیزها فرقی نمیکنه که تو هنرمند باشی یا الکتریکی داشته باشی یا رنگکار ساختمون باشی یا هر چی. مثال بزنم، مثلا یه کلید یا پریز تو خونت شل میشه، تو بلد نیستی اینو صفر کنی، جا بندازی. میری الکتریکی سر کوچه یه دوستی رو میاری، میگه اینو برام سفتش کن، درستش کن. میاد اینو ماسمالی میکنه و یه چیزی بس کبریت میذاره از تو، دیدی؟ بله. یه چیزی که این فقط وایسه میره. تو دوباره دو شاخه رو میزنی، میکشی بیرون، کلا میریزه پایین. تو دوباره نمیری سراغ این طرف هیچ وقت. هر کی هم میپرسه الکتریکی میگه اینجا نری یا سر کوچه ما، برو یه جا دیگه پیدا کن. اما یکی میاد با تمیزی وسواس این کارو انجام میده. اگه پیچ خوب نداشته باشه یه دونه از صندوقش در میاره، میزنه فلان تر و تمیز. هیچ وقت اون دیگه کنده نمیشه، چون تو هر بار کار داشته باشی به اون میگی. هر کی هم میخوای معرفی کنی میگی برو این سر کوچه ما، بی‌نظیره. فرقی نمیکنه چی کار میکنی، مهم اینه که با چه کیفیتی اون کار رو انجام میدی. حالا اینو بیار توی سینما، بیار تو تئاتر، بیار تو دوبله، بیار توی هنرهای تجسمی، بیار تو. ببین چه اتفاقی میفته. ما یه ذره ماسمالی میکنیم همه چی رو. یعنی تو یه دستمال هم به من بدی میزو تمیز کنم، میبینم حواست نیست، همونجا رو بغلاشو میذارم میرم. ولی اگر خودم با خودم باشم، دورشم تمیز میکنم، تو هم نباشی به همون کیفیت تمیز میکنم. فرق نمیکنه چی کار میکنی، مهم اینه که به بهترین کیفیت ممکن و با وجدان کارو. خب تو کار هنری قطعا ببین این چقدر بزرگ خواهد شد ماجرا دیگه. فرمولش همینه. ماسمالی کنی به هیچ جا نمیرسی. بخوای پول فقط دراری به هیچ جا نمیرسی. بخوای مشهور شی به هیچ جا نمیرسی. ولی اگر مشخصاً به کاری که میکنی متمرکز باشی و به درست‌ترین شکل ممکن انجام بدی، بدون اینکه به شهرت فکر کنی میاد، بدون اینکه به پول فکر کنی میاد، بدون اینکه به خود به خود این اتفاق میفته. چقدر قشنگ گفتیم. تموم شد. تموم شد. واقعا نمیفهمم